فرزندان دانشجویم، دختران و پسران شجاع ایران، شما بازگشایی دانشگاه‌ها را به فریاد بلند ملت بدل کردید و پیوند استوار دانشگاه و ملت را به نمایش گذاشتید. شما نشان دادید که ایران زنده است و اراده ملت خاموش شدنی نیست. پدرم نزدیک به 50 سال پیش بینی کرده بود که نسل‌های آینده درباره او و خدماتش چگونه داوری خواهند کرد. امروز شما پاسخ تاریخ را دادید. روح او در آرامش است چون می‌بیند فرزندان ایران بیدارند و با شجاعت و آگاهی برای بازپسگیری ایران ایستاده‌اند. متحد بمانید، ایستادگی کنید، اجازه ندهید تصویری عادی از میهن زخمی ما ساخته شود. تا وقتی مردم ما کشته میشوند، خواهران و برادران ما به اعدام محکوم میشوند و مادران و پدران، همسران و کودکان ما داغ دارند، تا وقتی این شب تیره به پایان نرسد و ایران از چنگ این رژیم اشغالگر آزاد نشود، هیچ چیز عادی نیست و مبارزه ما پایان نخواهد یافت. بدانید که آینده از آن شماست، از آن شما که خاموش نماندید، برخاستید و ایستادید. ما با هم ایران را پس میگیریم و دوباره آن را میسازیم. پاینده ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت ایران.